بچه‌ها می‌بینید من همه چیز برای شما شفاف نشون میدم. اینجا هم شماره حسابم، همه چیز واضحه. دلیل این کارم این است که میخوام شما فرق کسی که حرف میزنه با یک تریدر واقعی بتونید خود شما قضاوت کنید و ببینید. بیا با هم تمام معاملات ما امروز ببینیم چقدر سود و ضرر شده. 1300 تا سود گرفتم داخل این حساب. میبینید به شما شفاف نشون میدم. و حساب دیگه من میبینید که اینجا من 242 تا سود گرفتم و حساب بعدی من میبینید که 590 تا سود گرفتم و حساب دیگه من که باز میکنم اینجا میبینید اینا در یک روز گرفته شده چیزی هولوش $1000. اینا معاملات امروز میبینید، تاریخ ها میتونید ببینید، هیچ روزی تاریخ تکراری نداریم. اینا هم چند تا اکانت منه که به شما نشون میدم. میبینید که هر کدوم اینا رو من 2 روز 1 روز ترید کردم و اینم باز میکنم شما نشون میدم 2 روزی که ترید کردم. میتونید ببینید و قضاوت کنید. دلیل این کارم اینه که ما به شما شفاف میخوام نشون بدم تا خود شما قضاوت کنید یک معامله‌گر حرفه‌ای چگونه معامله میکنه.